شکر برای نعمتهایی که خدا ما را عطا میکند. امروز ما در مسجد امکانیت داریم که درباره قرآن، درباره حدیث پیغمبر علیه السلام گپ زنیم. برای این نعمت شکر کنیم. شب و روز ما باید شکرگزار باشیم. فراموش نکنیم که این ناز و نعمتهایی که خدا بر ما عطا میکند این برای یک امتحان است. این امتحان کسی بزرگ خوش باشه. و ما باید فراموش نکنیم که در ماه رمضانی که ما حاضر هستیم این نعمت کلام است. اشکالی که ما گفته بودیم برای ما فرصتی که برای گناهان توبه کنیم و برای عمل صالح چیکار کنیم پیش قدم باشیم. برای که حبیب خدا علیه السلام در ماه شریف رمضان عبادت فرق میکرد ارتیدم با 10 روز اخیر با فرق کلام. بسیاری برادران سوال دادند درباره زن حامله‌دار. همین سوال جواب بدم. زن حامله‌داری که روزه گرفتن نمیتونه، بعدی که تولد میکنه شیر میتونه درخش روزه گرفتن نمیتونه، 3 سال دیگر روزه نگرفت چیکار کنه؟ کفارتش باید بده یا قضا میکنه جبران میکنه. ما باید بدونیم که به مذهب امام ابو حنیفه اگر زن روزه گرفتن نتونست 3 سال ایوان خواب ترس خودش یا فرزندش چیکار میکنه؟ فقط همین روزه رو جبران میکنه، تمام کفارت نداره. مسئله دیگه که آدمی که نماز نمیخونه روزه میگیره. همین سوال دادگی بودیم ما جواب میگیم. آدمی که روزه میگیره و نماز نمیخونه حالش چیه؟ یا آدمی که نماز میخونه و روزه نمیگیره. ما باید بدونیم که همین ستون اسلام، دین اسلام در چه نماز، روزه، زکات، حج. هر یک همین ما جدا جوابایی رو پیش خدا. تو که نماز نخوانی برای نماز جواب میگو. تو که روزه نگرفتی برای روزه نگرفتی جواب میگو. یکی اگر تو روزه گرفتی این حق اتصافی میشه. برای همین تو باید کوشش کنیم که هم روزه و هم نماز ماده باشه. بعد مسئله بسیار پیشنهادهای شما که درباره زندگی صحابگان سخن بگیم. اگر ما درباره زندگی صحابگان سخن بگیم این یک جمعه کافی نمیشه. صحابه حبیب خدا علیه السلام یک نمونه هستند برای ما که برای زندگی، برای رفتار، برای کردار مثل صحابگان یکم حبیب خدا علیه السلام و صحابگان پیغمبر علیه السلام در مبشر بالجنة فی دنیا همین دنیا در کسب باشد. یکی از صحابگان معروف سعد ابن معاذ کم تا دربارش سخن می‌گوییم بعد ایشون در سخن داریم. سعد ابن معاذ این صحابه پیغمبر علیه السلام که ای مدینه بود، انصار بود. وقتی تخمینا 25-24 سالگیش در اسلام قبول می‌کرد. وقتی که آدمای مدینه یک وقت در دین شک می‌کردند، همین سعد ابن معاذ خدای راضی باشه آدم‌ها را ایمانشون را قرار می‌داد. درباره دین نفهمید. میگفت که دین درباره دین مهمه. بعد وقتی که غزوه خندق میشود، شما این غزوه فهمیده که غزوه خندقی که حضرت سلمان فارس گفته که گرد مدینه را یک چقری بکنن که دشمنان گذشته نکنند. سلمان فارس صحابه حبیب خدا علیه السلام بابی ما و شما فرس یک نعمت کلمه برای شما افتخاری که ما امروز توجیه که فخر کلمه برای هر یک تایید که امروز توجیه که خدا باشد که خدا شعرهای نادودگی که امروز هم مدرسه ساخته است، هم چی ساخته است، هم قرآن خوانده است، هم تعلیم گرفته است. این افتخار، این نعمت کلمه یک رحمت خدای برای همین باید اخلاق و رفتار ما مثل حبیب خدا باشه. اگر رفتار و کردار ما مثل حبیب خدا باشه علیه السلام هیچ کس را نمی‌تواند داشته باشد. صحابه سعد بن معاذ همین غزوه زخمی میشه 5 سال در اسلام شروع کنیم این برادر یوشع دوستی صحابه حبیب خدا علیه السلام 25 وقتی که
30 ساله میشود همین قضاوت اشتراک میکنه. چیکار میشود؟ همین وقت جبرائیل شما بدونید ملائکه جبرائیل که وحی فتنه نازل میکرد پیش حبیب خدا میاد میگه ای حبیب خدا امروز درای بهشت باز شده کشوده شده امروز عرش خدا در لرزه دارد چی گپ شده باشد کدام ثوابی که امروز ای دنیا گذشت خوشگوش کنید حبیب خدا فهمید سعد ابن معاذ از دنیا نگذشته باشد وقتی که میان خبر میتن میگن ای حبیب خدا علیه السلام سعد ابن معاذ از دنیا گذشت حبیب خدا علیه السلام که امروز در بهشت باز شدنش عرش در لرزه در آمدنش سببش موت گذشتن سعد ابن معاذ صحابه‌ای که 5 سال در اسلام بودن عرش خدا لرزه می‌آمد وقتی که از دنیا می‌گذشتن امروز ما چرا داریم؟ امروز حال ما اسلام دین مبین ما چرا داریم؟ رفتار مشکل در ماه شریف رمضان که ماه قرآن می‌خوانیم یک شخصی میگه من قرآن خواندن نمیتونم الحمدلله مدرس هست میتونیم یاد بگیریم ما را امروز نمیگن بریم جهاد کنیم غزوات ما را فقط امروز میگن که قرآن بخونیم نماز بخونیم خلق و رفتار خوب کنیم کردارهای بد بس کنیم امروز ما را همین میگن همین رفتار ما اگر خلق ما احسن شد این یک نعمت کلانه برای چی؟ برای خلق گپ بزنیم برای رفتار و کردار این یک راهی است که برای رحمت جهنم راه علم، راه کلام، راه حدیث، راه مشی و خصوصی و کلام است میگه راه اخلاق رفتار و کردار و گفتار خوب این یکی خیلی مهمه یکی قدام میره یکی قدامی که همین رفتار و کردار خوب شده باشه چون درست میشه همین خدا علیه السلام در روز قیامت در ترازوی اهل صالح وزن‌ترین نماشه خلق حسن رفتار و کردار خوب وقتی که با آینه مناسبت خوب داری با فرزندان با خویش شوار مناسبت خوب داری در روز قیامت ترازوی اعمال وزنی میشه تو راست پیش میره در خلق رفتار خوب نماز و روزه و زکات و حق فرض رو باید انجام لیکن در زمین همین تو علم باشی تو علم ما باشی که رفتار خوب باشه تو میتونی درجه‌های بالا برسی امروز مثلا برای مدرسه و برای تعلیم قرآن گرفتن خدا را شکر این مجدور است این مدرسه را ساخته است در دیگه جمعه دیگه شهرها وقت در دولستان مدرسه بهام امام اعظم بهام امام خلق مذهب خلق در همونجا هست خدا را شکر بچه‌ای که تحصیل میکنن علم میآموزن علمی که از بطیبی مذهب امام ابو حنیفه مثل همون علمی که برای او فایده می‌آورد علم زبان عربی علم فقه علم حدیث علم مثلا تفسیر قرآن هر یک خودش به خودش رنگ خاص داره خدا را شکر امروز ما تاجیک‌های بسیار عالم هستند بسیار آدم‌های متفکر هستند بسیار مفسران هستند اینا فقط امروز کوشش کردن و همه علم گرفتن یکی مشکلی که ما گفتیم رفتار و کردار دوم باید ما رفتار خود نگاه کنیم سوم باید فراموش نکنیم فرزندهای ما همین مهمه اسباب با درودی که امروز ما امکانیت داد و همین نبی صلی الله علیه و برآوردن دستگیری شما قطعه خدا با شکر خدا ما را امروز قرارگاهی داده که ما همین کار رو همین یوردمی هم پیش میبریم یگان آدم حدیثای پیغمبر علیه السلام باید فراموش نکنیم که روز قیامت وقتی که در بهشت عالم می‌ایستد حاجی می‌ایستد غازی می‌ایستد و آدمی سخاوتمند نیست 4 قسم نیست هر چهار که در بهشت رو آدمی میشود کی یکم بود رویا بعدشون گم میشه همین وقت حضرت جبریل ملائکه جبریل میگه
سني حجمك سني خلصينك علمي غزوات وعلمي حاجة شما عرفتي مقايا ولي عرفتي حاجة ولي ما قرأت كي بدروا دوما علمها بل عزان جلسني علمك حديث يدواتي صحيحة إيه علمك تاني علمك شغل عرفتي وش يمشي علمك بايودمي ودمي سخوانا كي خير بكرار ما علمي ونقطة حضرت الجبل همي ودمي سخوانا كي دارو يخلو خير لكي أسمارو يخلو خير لكي روشي يكتبه همي وزدار مدرسوي كي مفتيسن بابا برادو دارا خاشقوا إنشو برام جميشوا سيوا أكوش جوي خوش حامي كتوي كي يخلونا نفذو تعالى وشغلو حامي بيكرنا خالص صوتي شغلنا تتوجه نقطة بسوي هستي تجمع لتما يوردان بين بروشي حكا هميو أولي مشارا توزت يومات يوردان كي خير لكي سواب بيجر لكن أي دنيا بزر همي أولي كي يوردان مشغل يوردان إذا سواب برغم كذا فرض دوشتبوشي دخترو دوشتبوشي بود مستعان متعبية بسیار از من بچه جان تو چه نمی‌کنی خیلی مبارک بسیار من دختری می‌آید مبارک خراب فرهنگ ما بیکتیر این وقتی که مخلوق برای ما مایه گذشته موندن وقتی ما ایشون رو بود درست کردن اوینا خونده کودکان خونده مادر خونده پدر خونده تعلیم بتن زبان توشکیر رو باید بکنه زبان مادری رو باید فراموش نکنه و فرزندان نزدیک‌های ما خدایان هر کدام رو مرحمت کنه سوال شما داره در دوره روزه باشه دوره دیگه مسئله دینی باشه مرحمت شما میتونه سوال مدرک سوال رقم‌های ما بسیار مشابه بینشون میتونیم بنویسیم رقم‌های تلفنی و واتساپ در چی هسته میتونه سوال سوال ما همینجا نیاز سوال نواد که باید ببینیم شما جواب میتونه اونه 8 نصف 67 8 نصف 67 نصف 39 65 62 همین رقم واتساپ چیزی که سوالی که شما داره دوی رو بعدی اسم شما سوال کوشش میکنید شما جواب بگید و نام کتاب بنویسید ای کدام کتاب ای کتاب مختصر بالروايه ای کتاب ابن عابدین ای کتاب مرات الفلاح ای دیگه کتابی که شما نوشته جواب میدید شما این سوال میکنید شما اکثریت سوالات در موضوعی که واسه این فرآورده که در کلام روسیه زندگی میکنن هم سوال نمی‌کنند خدا میگه مرد مسئله بس مدرسه نمیشه گفتیم برای فرزندان تعلیم دادن تربیت دادن خدا باشه این چیزا رو ببینید تو مدرسه دادن میتونید پرسید بفهمید مرحمت برای خوندن برای تعلیم گرفتن بعد دیگه مسئله که با سوال باشه شما میتونید سوال اگر ولی سوال باشه سوال شما جواب یگان سوال که ما گفتم اگر یگان سوال باشه شما سوال نگرفتید اگر نتونید گفته میتونید چیزی که گفتید رسول ممکن جواب اکثریت سوالی که شما دارید درباره روزه برای آدمی که روزه میگیره نماز نخوانده چه جواب داره گفتید هر یک آدم برای هر یک سیستم جواب میده بعد آدمی که ناز میکشه اکثریت سوال آدمی برای ناز کشیدن در وقت روزه Носкашлян гынова вақти ки мепурсад чӣ гуноҳ дорад якум гуноҳш ки зиён ба инсон хӯред вақте ки ба инсон зиён шид чӣ коре ки мо накунем ҳамин доруро агар ту бисёр рихта зиён кунӣ ҳамин дору ту чӣ мешавад ҳаром мешавад ин нос вақте ки дар нанои травайрон мекунад вақти саломатии травайрон мекунад ин нос бояд чӣ макрӯҳ чанд бор такрор кунӣ чӣ мешавад ҳаром мешавад خدا میگه خدا یعنی عادت‌های بد
خدا رحمت کنه و موضوع من اشکالی که ما گفتیم شما ساختمان ارسال ما کوشش میکنیم که بر سوالش جواب بگیریم بعد درباره زندگی صحابگانی که ما گفتیم اینا صحبتاش خوشی میکنه گفتن و وقت نداریم ما کوشش میکنیم که کانال‌های ما هستن در یوتیوب و اینستاگرام شما میتونید رقم تلفن مشترک بگیرید و همین کانال درباره زندگی یکم حبیب خدا علیه السلام بعد صحابه بعد تابعین بعد زندگی امام اعظم کی بود همین اگر ما دادیم فرزندان رو اجرا میکنیم در دوره حبیب خدا علیه السلام بعد فرزندان رو نامی پدرش کی بود نامی مادرش کی بود در جو تعاون چی که در جو دفن شد نامی مادری پیغمبر علیه السلام امینا بود پدرش عبدالله بود سنی روش که 60 سال باشه حبیب خدا علیه السلام 60 سال میشه کی میزگره بابیش میزگره بعد 8 سال باشه مادرش میزگره توقع میمونه یتیم توقع میمونه سنی سال 25 سال زن میگیره حبیب خدا علیه السلام خدیجه مادری مومن 40 سال بوده فرمان میشه 53 سال بوده از مکه طرف مدینه هجرت همین مختصرا درباره زندگی حبیب خدا علیه السلام درباره صحابه درباره امام اعظم و نظر بکنید دوباره میکنیم شما دو کنیم و پیشنهاد طرف شما محمد شما دو بکنید الحمدلله رب العالمین صلی الله علیه و محمد و علی آله و صحبه اجمعین ای بروش پرسیش سلام و جلیستی ایمان آمان پرسیش ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا الله خير وزجنا بما في جنات يا رب العالمين رحمة ربنا وزدنا يا رب يا رب ربنا ربنا والجنة الفردوس يا حي القيوم برحمتك يا